السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا همین بازی روزهای اخیر خیلی مشهور شده است. همستر کامبات زیاده از 150 میلیون نفر هر روز با هر طریق و با هر راه انا همین موشک رو زیر میکنن، میجیخن و انسانهایی که نفرهایی که این بازی رو برآوردند وعده میدهند که روزهای آینده این بازی به چی؟ به بیرژ به کریپتوالوت مبادل می شود و به بیرژ کریپتوالوت فراورده می شود و هر یک تنگه هایی که از آن برد میکنید به کریپتوالوت مبادل شده به شما همچون مبلغ مالی بر میگردد و این وعده ها چقدر اساس دارد یا ندارد تا حال معلوم نیستند. خب حکم کریپتوالوت را ما در نجم یک نوار کرده هستیم و به تفصیل حکم کریپتوالوت را و دانشمندان عالمان چی گفته هستند من همش را بیان کرده هستم. سلکه آن را در زیر نوار میمانم، کسی خواهد به پره در آمده تماشا کنند. خب یک چند نفر هم میپرسند که حکم همین همستر کامبات، همین بازی که زیاده از 150 میلیون نفر را امروز مشغول ساخته است، حکمش چی باشد؟ بیایید پیش از آن که جواب گردانیم یک چند حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم را برایتان بیان میکنم، سپس خلاصه گیری میکنیم. اولا اینکه از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما صحابه بزرگوار و یکی از فقها و دانشمندان بزرگ عهد صحابه ها روایت شده است که حضرت در وقت حج به کرسی فتوا می نشستند و به مردم فتوا می دادند. روز یک نفر می بیاید و سوال می کند که از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما حکم خونی مگس یا پشه چی است؟ البته ما میدانیم که برای حاجی یا عمره کننده شکار کردن، خون حیوانات را ریزاندن جایز نیست. میپرسد که من پشه را کشتم، خونش جاری شد، چی میشود؟ گویان میپرسد. سپس عبدالله ابن عمر که فقیه بودند، بسیار عالم بزرگوار بودند و فکر عمیق داشتند، میپرسند که میمنند؟ از شکلهاش معلوم میشود و باز تاکیداً میپرسند که میمنند؟ از کجا هستی تو؟ میگوید از عراق. میگوید که انظروا الی هذا یسألنی عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله ابن النبی صلی الله علیه و سلم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگویند که ببینید این را از عراق است، از خون پشه میپرسد، حالان که در عراق خون نبیره پیامبر صلی الله علیه و سلم خون مبارکشان ریزانیده شده است. و در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میگفتند هما ریحانتای من الدنیا، حسن و حسین ریحانای من هستند در این دنیا، نشموها میگفتند بوی میکشیم، اینها خوشبو هستند، ریحانای جنت هستند میگفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم. ببینید جواب عبدالله ابن عمر را. باز در یک حدیث مبارک خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله یحب معالی الامور و اشرافها و یکره سفسافها. ترجمه حدیث چه است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک خود میفرمایند که الله حق سبحانه و تعالی کارهای بزرگ را دوست می‌دارد، کارهای بزرگ را دوست می‌دارد و یکره سفسافها، و الله بسیار بد می‌بیند کارهای سفسافها، پست را، یک چیزهای نوچیز را الله سبحانه و تعالی بد می‌بیند. خب این حدیث دوم بود. بیایید حدیث سوم را می‌بینیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود می‌فرمایند الحلال بین والحرام بین و بینهما امور مشتبهات. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک خود چی میگویند؟ میگویند که حلال معلوم است، بیان است، آشکار است، واضح است چیز حلال و همچنین چیز حرام آشکار و واضح است. اما بین این دو حرام و حلال بعضی چیزها هست که شبهناک است. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی از کار شبهناک، از آن چیزی که بین این دو چیز است، بین حلال آشکار و حرام آشکار بعضی چیزها هست که حکمش تا حال نامعین است. خب اگر از این چیز پرهیز کنند چیکار میکنند؟ دینشون ناموس خود را
نگاه می‌دارد. یعنی اگر ما خواهیم که دین خود، ایمان خود را نگاه داریم، ما باید از چیزهای پرهیز، از چیزهای شبهناک باید چیکار کنیم؟ دست کشیم. امروز امت اسلامی چنانی که عبدالله ابن عمر به خون حسین رضی الله عنه اشاره کردند، امروز اشاره میکنم که خون خواهر و برادران ما و شما در غزه مثل آب جاری شده ایستاده است و امروز یک قضیه هایی داریم که ما قضیه های خیلی بزرگ امروز حجاب خواهرهای ما و شما پایمال شده ایستاده است. ما و شما باید کارهای چیزهایی که وقت خود را، وقتمان را ضایع میکند، عمر ما و شما را ضایع میکند که عاقبتش نامعلوم و مجهول است، در آن ضایع کرده ایستاده ایم. خوب اگر خلاصه گیری کنیم، حرام هم که نباشد به چی داخل می شود؟ به کارهای شبهناک و به کارهای مکروه داخل می شود. الله حق سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که الله همیشه ما و شما را به کارهای بزرگ موفق گرداند و الله حق سبحانه و تعالی جوانهای امت اسلامی را بیدار و زنده دل گرداند و الله حق سبحانه و تعالی جوانهای امت اسلامی را از کارهای پست، از کارهای سفسطه همیشه نگهبان باشد. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.